به نام خالق یکتا و بی همتا، کسانی که فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی رو تماشا میکنن. ای جوان مسلمانی که فیلم های مبتذل رو تماشا میکنی، چرا ارزش خودتو پایین آوردی؟ چرا خودتو بازیچه دست غربی ها قرار دادی؟ آیا نمیدانی که این فیلم های مبتذل رو چه کسانی ساخته و در دسترس شما قرار داده؟ قطعا میدانی. دنیای غرب، یهود و نصارا، دشمنان الله، دشمنان اسلام از این فیلم های مبتذل، از این سایت های خراب مثل یک سلاح کشنده علیه شما استفاده میکنن. جوان مسلمان به خود بیا. کفار از روی ترحم و دلسوزی این فیلم ها رو در اختیار شما نگذاشته، بلکه از ساخت این فیلم ها مقصدها و هدفهایی دارن. هدفشون اینه که ایمان شما رو غارت بکنن. میخواهند از طریق این فیلم ها شما رو با خودشون به جهنم ببرن. فریب غربی ها رو نخورید، آنها برای ما دوست نمی شود. اینو خدا در قرآن بیان کرده: ولن ترضی عنک الیهود و النصارا. هرگز یهود و نصارا از شما راضی نمی شود، بلکه آنها دنبال ایمان ما هستند. بزرگترین سرمایه زندگی ما که ایمانمون هست، کفار داره از طریق این فضای مجازی، از طریق این سایت های خراب، از طریق این فیلم های مبتذل از چنگمون در میاره. دین به آسانی به دست ما نرسیده، پس چرا به آسانی از دست بدیم؟ چرا جوان مسلمان امروز انقدر بی غیرت شده که به خاطر یک کلیپ غربی ایمانشو میفروشه؟ دین به قیمت جان و مال و خون اصحاب رسول الله به دست ما رسیده. چقدر ما بی تفاوت شدیم. جوان مسلمان امروز تا یک فیلم مبتذل ببینه همه چی یادش میره. فداکاری های پیامبر نازنینمون یادش میره. اگر روز قیامت رسول خدا از ما سوال بکنه که ای جوان مسلمان، تو امت من هستی، من دین را به قیمت خون اصحابم، به قیمت جان عزیزانم به دست تو رساندم، تو برای دینت چه کار کردی؟ بعد از من چگونه از دینت مراقبت کردی؟ ما چه جوابی داریم که بدیم؟ یا رسول الله، دینی که به قیمت جان عزیزانت به دست ما رسید، ما به خاطر فیلم های مبتذل از دست دادیم. احساس شرمندگی نمی کنید؟ اگر می خواهید در روز قیامت شرمنده نباشید، اگر می خواهید رسولتان شما را تحویل بگیرد، پس به عشق رسول الله، به خاطر علاقه‌ای که به پیامبرتان دارید، از دیدن فیلم های مبتذل صرف نظر کنید. تا امروز هر چقدر گناه کردیم، هر چقدر صفحات دفتر اعمالمون را سیاه کردیم، بس دیگه کافیه. از همین لحظه به بعد توبه بکنید. خداوند مهربان هست و توبه شما را میپذیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله.